سلام دوستان، من کاپیتان بیزنس. امروز اینجا هستم تا 5 تا بیزنس برتر پیشنهادی خودم رو به شما معرفی کنم. اما قبل از اینکه بخوایم اینا رو با هم دیگه مرور کنیم، میخوام یه مقدمه کوچیک داشته باشیم. پس با من همراه باشید. خب اول میخوایم ببینیم این 5 تا پیشنهاد به درد چه کسایی میخوره. اگه دوست دارید یه تجارت خیلی کوچیک راه بندازید و سرمایه خیلی بزرگی ندارید اما رویاهاتون بزرگه، این 5 تا پیشنهادات بزرگی هن، پیشنهادات آینده داری هن، پیشنهاداتی هن که میتونم با جرأت بهتون بگم جای پیشرفت خیلی زیادی دارن توی کشور ما ایران. این پیشنهادات مخصوص بازار ایرانه. توی این ویدیو ما میخوایم این 5 تا پیشنهاد رو به شما معرفی کنیم. اما معرفی کردن تنها خب کافی نیست، قطعا کافی نیست، چون شما فقط با یه معرفی ساده نمیتونید 0 تا 100 یه بیزنس رو یاد بگیرید و نمیتونید اون بیزنس رو به سرانجام برسونید. پس ما میخوایم چیکار کنیم؟ ما میخوایم توی ویدیوهای بعدیمون بیاییم بریم سراغ این پیشنهادات، به یکشون پرواز کنیم، بریم تو قلب این پیشنهادات و 0 تا 100 شون رو به شما آموزش بدیم. پس کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید و با ما همراه باشید تا این 5 تا پیشنهاد جذاب رو ببینید. خب دوستان، خوشحالم که با من هستید. میخوام برم الان سراغ این 5 تا پیشنهاد. پیشنهاد شماره 5. پیشنهاد شماره 5: خرید لوازم دست دوم از کشور امارات، ارسالشون به ایران و فروش توی بازار ایران به صورت آنلاین و آفلاین. لوازم دست دومی که از کشور امارات میتونید بخرید خیلی وسعتشون زیاده، یعنی خیلی کالاهای مختلفی رو شما میتونید اونجا بخرید که پیشنهاد خود من روی لپتاپ دست دومه، روی تبلت دست دومه و بعد از اون لوازم یدکی ماشین. لوازم یدکی ماشین هم حاشیه سود خیلی فوق‌العاده‌ای داره. پیشنهاد شماره 4: خرید از بازارهای عمده دبی و فروش اونا به صورت عمده و خرده توی بازارهای ایران. با ما همراه باشید تا همه معماهاشو واسهتون حل کنیم. با سرمایه خیلی کم میتونید این کارو شروع کنید. پیشنهاد شماره 3: خرید از بازارهای عمده چین و فروششون توی بازارهای آفلاین و آنلاین ایران. شما یا میتونید یه تازه کار باشید که تازه میخواید این کار رو شروع کنید، میتونم بهتون بگم میتونید این کار رو شروع کنید و سرمایه خیلی زیادی هم نمیخواد، کار خیلی سختی هم نیست وارد کننده شدن، اما یه آینده فوق‌العاده داره. همه پیشنهاداتی که دارم بهتون میگم پیشنهادات آینده دارین. یا میتونید اصلا توی ایران یه مغازه کوچیک داشته باشید یا یه مغازه بزرگ داشته باشید تو هر نقطه از ایران، اما کالاتون رو دارید از داخل تامین میکنید. خب میتونم بهتون بگم اگه با من همراه باشید بهتون میگم چجوری کالاتون رو خودتون از چین بخرید و ایران در به منزل تحویلشون بگیرید. پیشنهاد شماره 2: شما میتونید توی پلتفرم های مثل دیجیکالا، مثل باسلام فروشنده بشید و توی خونه خودتون بشینید به عنوان یک سیلر کالای خودتون رو بفروشید و درآمد داشته باشید. کمترین انرژی و زمان رو از شما میخواد، اما خب یه راه و روش های خاص خودشو داره که تو ویدیوهای بعدی اینم به شما آموزش میدیم همه رو. شما توی دیجیکالا و باسلام اگر میخواید خیلی موفق باشید باید یا تولید کننده باشید یا وارد کننده باشید. اما اگر ضعیف هستید و میخواید فقط یک کار رو شروع کرده باشید میتونید از خود همین بازار ایران کالا تهیه کنید و توی دیجیکالا و باسلام بفروشید و یه استارت اولیه زده باشید. همه اینا رو ما قراره به شما 0 تا 100 با نکات کلیدی و معماهاشون و هاشون بهتون آموزش بدیم. همه اینها واسه خودشون یه دنیا معما دارن تا بتونید توشون جزو بهترین ها باشید. سعی کنید همیشه جزو بهترین ها باشید برای موندگاری، برای آینده خودتون. خب میرسیم به جذابترین پیشنهادمون. پیشنهاد شماره 1:
با جرئت میتونم بهتون بگم آینده دارترین پیشنهادی که میتونم بهتون بدم پیشنهاد شماره 1 مونه. این پیشنهاد نسبت به 4 تا پیشنهاد دیگه یه کوچولو سرمایه بیشتری میخواد، اما میتونم بهتون بگم که آینده دارترین کاریه که میتونید انجام بدید. اگر یه بیزنسمن نوپا هستید، اگر یه کسی هستید که تازه کارتون رو شروع کردید، یا حتی اگر کسی هستید که 20 سال دارید کار میکنید توی بازار اما یه تجارت پایدار ندارید، الان میخواید یه کار خیلی پایدار داشته باشید که برای نسل‌های آینده‌تون هم بمونه، من میتونم بهتون بگم این پیشنهاد شماره 1 میتونه آینده شما رو، نسل شما رو تغییر بده، به شرطی که صبوری داشته باشید، استقامت داشته باشید، تلاش داشته باشید. بدون اینا هم به دست نمیاد. ثبت برند و تولید کالای اختصاصی خودتون از چین و فروش اون در مرحله اول. اگر ضعیف هستید توی بازار، منظورم از ضعیف بر نخوره به کسی، منظورم این نیست که آدم ضعیفی هستید، نه، منظورم این که تازه کار هستید توی بازار. اگر تازه کارید توی بازار و تازه میخواید شروع کنید، بهترین جا برای فروش برندتون بازار آنلاین ایرانه. دیجیکالا، با سلام و سایت اختصاصی خودتون، برند خودتون رو تو سایت خودتون به اسم خودتون با تبلیغاتی که توی تروب انجام میدید، توی دیوار انجام میدید، توی پلتفرم‌های دیگه انجام میدید. خیلی خیلی ساده تر از اون چیزی که فکرشو میکنید میتونید برند خودتون رو داشته باشید و برند خودتون رو بفروشید و برای اون رویا پردازی کنید. ما قراره توی ویدیوهای آموزشیمون تک تک این پیشنهاداتی که بهتون دادیم و آموزش بدیم 0 تا 100 و خودمون کنارتون هستیم تا کمک کنیم تا برسید به اون چیزی که میخواید. اما اگر دوست نداشتید از کمک ما استفاده کنید، ما راهنماییتون میکنیم تا خودتون کار خودتون رو انجام بدید و موفق بشید. و در پایان ازتون میخوام کانال اینستاگرام ما رو حتما دنبال کنید. ما تو کانال اینستاگراممون قراره که کارهای زیادی انجام بدیم، لایوهای زیادی اونجا براتون بذاریم، قراره مقایسه‌های زیادی داشته باشیم بین قیمت‌های چین و ایران، بین قیمت‌های دبی و ایران، نکات آموزشی یا خیلی از ویدیوها و مطالبی که مطمئنم براتون مفیده قراره اونجا بذاریم. این اولین ویدیوییه که من دارم میسازم. مطمئنم بعد یه مدت با هم خیلی رفیق میشیم. پس با من همراه باشید.